درود بر دوستان. میخواستم در مورد امیر یک صحبتی بکنم. امیر تتلو که ایشون 2 روزه توی بازداشت انفرادیه و مثل اینکه 2 مأمور کادری اومدن ببرنش، حالا باهاش صحبت کنن و نمیدونم حالا در مورد چی. امیر فکر میکنه که اومدن که ببرنش اعدامش کنن. یعنی مثلا گفتن این صحبت ها خیلی سخته برای من، ولی باید گفته بشه که مردم بدونن این آدم با چندین میلیون هوادار خلاصه ریختن سرش. چند تا کادری امیر رو تا میتونستن زدنش و الان هم گذاشتنش توی انفرادی و این خبر موثقه که من دارم بهتون میدم. میخوام بهتون بگم که این آدم رو دارن توی زندان، هر جوری که میخوان باهاش رفتار میکنن، هر بلایی که میخوان سرش میارن و من دستم کوتاهه، نمیدونم بعد دیگه